سبقت‌های جشن غذا را در ولایت سوخت پرزیدنت امامعلی رحمان داوری کرد. این جشن بار چهارم است برگزار می شود و در آن آشی پلو و خربوزه خوری بهترین را معین کردند. شرط هر دو آزمون این است که هر کی طبق پیشش را تیزتر خالی کند همان برگزیده می شود. این بار اجرای شرط ها را امامعلی رحمان نظارت می کرد. در آزمون خوردن خربوزه غالب معلوم شده باشد همه اشتراکچیان 1000 سامانی جایزه گرفتند. در آزمون آش وضع دیگر خیل بود. این شرافت از شماست. پرزیدنت تاجیکستان به سبقت کنندگان تاکید کرد فکری معده اشان را کنند. جشن غذا بار چهارم است که در ولایت سوخت برگزار می شود. این بار صحن قصر ارباب نیز از ناز و نعمت پر بود. و احساس بزرگی شادی دارم برای آنکه 27 سال مقدم اینجا آشتی داده بودند و دستها زوی دستها رفتند، آغوشها پراپوری آغوشها شدند و تاجیکستان ما شهادت نامه نوی میلاد گرفت. بار اول بود که روزنامه‌نگاران ازبکستان در این جشن حضور داشتند و رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام گذشتن از پیش آنها مخصوص آنها را خیر مقدم گفت. تعام‌های ما با یکدیگر مانند است. رسم و آیین‌های ما با یکدیگر خیلی توأم هستند، مانند هستند. از این چیزها مردم باید استقبال کنند، یاد گیرند. هدف همین. سفر امامعلی رحمان به ولایت سوخت 4 روز است دوام دارد. معمولا این سفرها برگزاری تنتنه‌های زیاد را همراه دارند. مال گیرم انا ادرس علاجه